علی دوباره فاز برداشتی؟ نه، منتظرم اسنایدر بیاد ازم فیلم بسازه از اورا فارمینگ. دارم اورا فارمینگ میکنم. چقدرم که میتونی مثلا. چقدرم که میتونی مثلا اورا فارمینگ. نمیتونم. چرا داداش شما میتونی؟ اسکول من اجدادم کشاورز بودن. سربسته بهت گفتم اصلا بازش نکردم. باریکلا. نظام سرمایه‌داری قشنگ. چاکرتم. نه ما اونوری مارکسیستیم ما. تو اگه یقه‌ای داری منم یقه‌ای میخوام، نیم زیپ میخوام. یعنی هممون باید در بیاریم. نه حالا اونجوری هم نه. همه با هم باید چیز داشته باشیم. یک درجه از رفاه رو داشته باشیم تا بتونیم به برابری جنسیتی برسیم. پس منتظر زکی اسنایدر بیاد اورا فارمینگ. آره وایسام بیاد. اسنایدر زکی بیاد. سلام، به قسمت نهم ورینت روم خوش اومدید، جایی که قصه‌های یک روایت خطی و ساده نیستند. کیا چطوری؟ قربان شما، سلامت باشین. بعد از یک سگانه سنگین که رد کردیم الان وقتشه که یه ذره ریلکس کنیم، یه ذره شل کنیم. یه خبری اومد که روش یه فلکسی بکنیم، یه فلکس ریزی بکنیم. البته با خبر که فلکس نمی‌کنم، ولی خب بالاخره ما دیدمون به خبر خیلی فلکس کردن داره. کودتایی در وارنر برادرز اتفاق افتاد. نتفلیکس چیکار داره میکنه؟ صدای ترامپ هم در آورده یارو. ترامپ خب به خاطر سیستم‌های سیاسی که داره می‌خواد CNN بیاد و وارنر بروز رو بخره و کنترل داشته باشه روی وارنر بروز، خواست این اتفاق بیفته. ولی خب نتفلیکس چه کرد؟ بدبختمون کرد. به نظرت آماده یک سوپرمن سیاه‌پوست باش. ببین، به نظرت این که ترامپ گفت این سنگالیا بو میدن و کثیفن و توی خاندانشون ازدواج میکنن چه تأثیری روی آینده دی سی داره؟ چون اینو گفتش دیشب، گفت پریشب. نظری ندارم. هیچی؟ نظر تأثیری نداره؟ هیچ نظری ندارم. خیلی خب باش. خودتو سانسور نکن. خودم سانسور نکردم. چرا کردی؟ نه. فقط من فکر می‌کنم که هیچ ربطی به هم دیگه چه ربط دارن دیگه؟ ترامپ با اون دیدگاه وقتی بگه من مخالف خرید نتفلیکسم، یعنی خیلی لوکوموتیو دوباره راه افتاد. میخوایم راجع به خبری که اتفاقی از زلزله‌های خبری بود که نتفلیکس راه انداخت و برادران وارنر رو خرید. اینجا نشون میده که پول حرف اول رو میزنه. حرف اول همه با پول قدرت اوله. با پول میتونی همه کار بکنی. زور بگی؟ نه، دارم پول سمت کنم بریز سمتت پرت. چی گفتم؟ یه چیزی چرت و پرتی گفتم. داری حتاکی میکنی. آره. این علامت حتاکیه همه جای دنیا. یعنی چی؟ بی احترامی. یعنی چی؟ حتاکیه به نظر من. خب به نظرت این خبر چه میخوایم بررسی کنیم ببینیم که این خبر چه تاثیری داره؟ میخوای خود خبر رو بگیم؟ آره خبر رو برای بچه‌ها. وارنر برادرز به مشکل مالی خورد. زاید زیر برنامه‌ای که داشت میساخت که اون زایده ما دیگه هم کم کم آره دیگه ما صاف شدیم دیگه. ما آره. و ورشکست شد و تصمیم گرفت که کل شرکت وارنر بروز به فروش بره. عرضم به حضورت که حالا بین 3 تا کمپانی خیلی مهم جنگ افتاد که کی میتونه زودتر و بهتر و معامله بهتری ارائه بده که وارنر بروز رو بخره. نتفلیکس، پارامونت، اون یکی کی بود؟ 20 سنچری فاکس که ادغام شد. همین دوتا رو من یادمه. یکی دیگه هم بود که الان اسمش یادم نمیاد. مهم نیست. اگه به یاد ما نیومده یعنی به یاد بچه‌ها هم نیومده، بس مهم نیست. پارامونت بهترین پیشنهاد رو داد و نتفلیکس یه جوری مزاحده شد دیگه و نتفلیکس تصمیم گرفت که یک پیشنهاد خیلی خیلی بهتری بده و الان وارنر بروز برای نتفلیکس و اینم توضیح بدیم که دی سی استودیوز که یک خب چیا تحت عنوان وارنر بروز بودن و الان رفتن برای نتفلیکس. چیزی که ما باش کار داریم دی سی استودیوی بازی سازی دی سی. بله. ارزم وجود کاراکترهای اوجی و کلاسیکی که داشتیم مثل آلیس ترس‌زدن عجایب، دانالد داک، اینا نه اونا برای والت دیزنی بودن. اون یکی ها کیا بودن؟ کدوم؟ باگز بانی، اینا همه برای وارنر بروز بودن. ماتریکس فکر کنم برای ماتریکس. آره لیستش حالا من هری پاتر آره. یه چیز عجیبه. اچ بی او کامل رفت زیر مجموعه نتفلیکس که قراره از این به بعد تونی سوپرانوز سیاه‌پوست رو ببینیم. روانشناس سیاه‌پوست و عرضم وجود که میخوام مقدار ترسیدیم. آره راستشو بخوام بهت بگم روی کرده ترس. یعنی برای من که روی کرده ترسناکه.
آره جیش کردم تو شلوارم نسبت دی سی و اصلا ما آخه چند جبهه جیش کردیم، یعنی یه مقدار زمزمه های اینم اومد که قرار آقات زک اسنایدر بیاد. آقات اول از همه بکشن زیر آقای جیمز گان، سیشتیر آقای جیمز گان رو بزنن بگن اینجا که اسنپ ندارن، اونجا نیست، اینجا نیست، این مسجد که اون مسجد نیست شما بخوای اون کارا بکنی، از اون کارا بکنی، بوی جوراب بدی. آفرین. اونجا هم که اسنپ ندارن اوبر دارن، نتفلیکس گفته میخوایم اوبر شخصی آقای جیمز گان رو بگیریم بفرستیمش منزل کهکشان پیش نگهبانا، بره همون ورا بازی کنه، یه قول دو قولشو بازی کنه و آقای زک اسنایدر رو بیاریم. اصلا این خبر ما یه جوری رد کردیم که برسیم به این نقطه که شایعه اسنایدر بیاد. تو میگی میاد؟ دوست دارم بیاد. من به نظرم نمیاد. منم به نظرم یه مقدار آره اصلا روی کرده نتفلیکس چیه، روی کرده بردن وارنر چیه، اینو به نظرم باز کنیم که روی کرده نتفلیکس روی کردیه که حالا ووکش یه ذره کمتر شده. ووک نمیدونم، مثلا اون سالایی که مثلا فصل 5 استراتژی تیمز من ندیدم، من خدا منتظرم بیاد. آره منتظرم بیاد ببینیم این پسر ووکو میبینی، این پسر در حال حرکت رو میبینی. این پسر ویل دوباره بوبول بازی کرده، دوباره چیکار کرده این پسر ویل دیگه، همش بدتر خوبه. امیدوارم ما آره بر استرنجر تینگز هم حالا سعی می‌کنیم برنامه داشته باشیم، حالا اپیزود کاملش، ولی چیزی که مشخصه اصلا یه سیاست کلانی که حالا نتفلیکس داره، نتفلیکس فرانچایز ساز زیاد نیست، یعنی چیزی که سعی می‌کنه تو بازه‌های گسترش که اونم زیاد خوب گسترش نیست به نظر من. تو تقویم سالانش میگه آقا این ماه مثلا سریال مثلا ادویکیشن استرنجر تینگز میاد تموم میشه میره، ما کامل اپیزودا رو تموم میشه میریم مرحله بعدی. زیاد تو گسترش دادن و فرانچایز سازی خوب نیست. اون ولی بردارنوان خودش سیاست فرانچایز سازی داشت که اونم سیاست‌هاش غلط بود. یعنی حالا میرسیم به مبحث جیمز گان که یک دور روی دی سی بوده و اینکه اصلا دوباره که داره تر میزنه. جیمز گان آره یه خبر اومد که جیمز گان قرار من آف تومارو رو با همون چیزی که ما فکر می‌کردیم داره میشه قرار اتفاق بیفته. اونم اینه که برینیاک ویلن اصلی من آف تومارو و چقدر زود. ببین یعنی از زک اسنایدر هم زودتر رو کرده برگاش. یعنی اونجا ما گفتیم میخوایم بگیم دارک ساید رو کرد هول هولکی بود، این چیه؟ اگه اون هول هولکی این دیگه چیه که تو فیلم دومه واقعا سوم دیگه توی سگانه سوپرمن، حالا بگیم یه سوپرمن یه سوپرگرل یه دونه دیگه میریم برای من آف تومارو که چقدر رابرت من این سنگو دوست ندارم. سنگ فاقد هویت هست برادر، سنگو اصلا دوست ندارم. یعنی تو فکر کن ببین تر ما می‌خواستیم لکس لوتر و سوپرمن این کشششون رو بیشتر ببینیم، پایه سازی بشه، جهانشون ساخته بشه، دوست باشید برینیاک داره میاد. و وقتی سوپرمنی خلق کردی که حتی نمیتونه خودش با شرورهای خودش مبارزه کنه، من دیگه نمیتونم وایسم ببینم که با برنیاک میخواد مبارزه کنه. بعد برنیاکی قراره ولوب خبر کستش هم اصلا هنوز رو حواس اصلا خیلی کست بشه، خیلی آبدوخیاری داره. ببین من خیلی جیمز گان واقعا ناامید شدم. ببین فیلم سوپرمنش به نظرم خیلی فیلم بهتریه، همونطور که صحبت کردیم نسبت به من آف استیل. روی کرده اسنایدر و جیمز گان رو بررسی می‌کنیم که کدومشون حالا در نهایت نتیجه گیری کنیم که به روی کرده نتفلیکس نزدیک‌ترن. یه نکته این وسط بگم، به نظرم نتفلیکس خیلی فن سرویس کار میکنه و این فن سرویس الان یه مقدار به نفعمونه. فکر میکنم بعد از فیلم بتمن پارت 2 مت ریوز قرار بود این جهان دیگه کم کم جمع بشه، آره خدافظیشو بکنه، ولی وقتی وارنر بروز اومد زیر مجموعه نتفلیکس به نظرم به مت ریوز فضای بازی بیشتری میده. اصلا اینو نقطه بحث خیلی خوبیه، چون مثلا اگه یاد باشه زمان برادران وارنر اسنایدر اصلا اجازه دخالت از سمت کمپانی نمیداد. یعنی کمپانی سیاستی میچید، وارنر اسنایدر میگه من میخوام اپرا سرایی کنم. خب البته اینا نظریه که یکی از سیاست‌های مهم کلا کمپانی دی سی اینه، زمانی که شما یک کاراکتری در یک فرانچایز دیگه در حال شکلگیریه و داره نشون داده میشه، در فرانچایز دیگه‌ای نباید اون کاراکتر نشون داده بشه چون جهان سازیش به مشکل میخوره. مخالف مارول که سعی می‌کرد. مثال توی فیلم مثلا زمانی که فیلم‌های نولان برای بتمن داشت ساخته میشد، این واسه سریال تینیجری تیم تایتانز داشت شکل میگرفت که خیلی محبوب و به خاطر همین تیم تایتانز هیچ وقت اجازه نداشت از کاراکتر بتمن استفاده کنه چون اونور نولان داشت از کاراکتر بتمن استفاده میکرد و نمیتونستن بتمن رو تو تیم تایتانز بیارن چون به مشکل جهان میخوردن. سر همین یکی از رویکردها و سیاست‌های مهم وارنر بروز و کمپانی دی سی نسبت به کاراکتراش هست. اما به نظرم با این رویکردی که الان نتفلیکس داره میگیره، امیدوارم مت ریوز جا داشته باشه چون مت ریوز
ایده اینو داشت که 2 سریال خوب ازش در بیاد. یه سریال خوب تو این جهان می‌خواست بسازه به اسم GCPD گاتهام سیتی پلیس دیپارتمنت. آره می‌خواستیم دیپارتمنت گوردونو ببینیم. آره کلا سیاه‌پوسته با بزنید. البته جفری رایت من خیلی دوست دارم از سریال وست وورد اونجا مثلا خیلی عاشقم. آره. جفری رایت باشه بقیه رو لگد. و اون جهان سازی رو اگر می‌دیدیم فوق‌العاده. اون این ور سکه رو ببین. یهو ما وسط من آف استیل میگم اوه من آف استیل مرد پولادی داداش مهرداد پولادی یه ذره شروع کنیم دیگه بالاخره. وسط داستان جیمز گان سوپرمن و سوپرگرل و اینا یهو سنگ رابرتی قرار کلی فیس بیاد. اصلا کجای کاری داره کلی فیس قرار گاتهام بهمونشون بده کاری ندارم. من میخوام این نکته رو بگم که به نظرم برخلاف اونور که اسنایدر اصلا آدم منعطفی نبود، میگم من باید خودم کارا رو انجام بدم، جیمز گان به نظر من نسبت به نتفلیکس کوتاه میاد که مثلا نتفلیکس بهش بگه آقا ما بتمن ماتریکس رو باید کانون بکنیم. به نظر من جیمز گان آدمیه که این داستان رو قبول میکنه و میره. از اون سمت هم اینو در نظر داشته باش که جیمز گان یک پیش‌زمینه بعد هم با مارول داره ها، که کوین فایگی بهش میگفت که عمو سنگا رو جا بده آخر فیلم کنه. آره ما میگیم ما آخر قاطی کرد گفت برو آقا جون. میگم کیفایی میگم 3 ماه دیگه ما داره مثلا ایجا فالترام میاد این سنگ بعد این سنگ تو فیلم تو بعد معرفی شه. میگم بابا من سنگو چیکار کنم رابرت کجا. سر همین فکر میکنم یه مقدار با نتفلیکس دچار چالش و چالش بشن و آره چرخنده زیاد درست کار نکنه. اما اگر زک اگر نه اگر اون منجی زیبا بیاد خدا رو شکر کارنامه گویش هست، یعنی کارنامه گویش یکیشو بگم باکس آفیس خیلی زشته تو با اسم هنری کویل با اسم بن افلک با اسم سوپرمن و بتمن 60 میلیون تو باکس آفیس بفروش. میدونی که یه مثال دیگه برات بزنم؟ راتن تومیتوز 20%. یه مثال دیگه واسط بزنم؟ وقتی فیلم فایت کلاب زمان خودش اومد همه منتقدا کوبیدنش و یکی از بدترین باکس آفیس های تاریخ داشت. آقا ما چقدر بعد وایسیم الان بتمن ورس سوپرمن فیلم کالت بشه؟ نمیشه. فیلم کالتی هست چون بهترین بتمن کامیک بوکی سینما رو نشان داد. نقض بابا رابرت پاتینسون اینجاست الان میاد خفت میکنه. یه بارم بهت گفتم اون سری رابرت پاتینسون بعد کارآگاهی بتمن خوب نشون داد. بتمن در بیس چیه؟ لختش کن چیه بتمن؟ لخت بتمن و آقا یه سوال، شما کاراکتر بتمن رو میبینی چی تو ذهنت میاد؟ کارگاه گجت. جدی میگم کارگاه گجت دیگه. یا از شنلش چی در میاره مثلا المان اصلی بتمن چیه؟ ترس. بستگی داره آقا کدوم بتمن. المان اصلی کاراکتر بتمن ترس. دور سرت بگردم. ببین تو میخوای بگی مثلا بتمن دارک نایت ریترنز فرانک میلره، من میگم حتی این یک خیانت به اون کمیک این فیلم. نه من میگم بتمن وقتی کاراکترش مبناش حس ترسه و تو این حس ترس رو القا میکنی در فیلم، یعنی تو فیلم شما از بتمن میترسی واقعا. یه جوری رفتار میکنی که واقعا ترسناکه. تو ترسیدی از اون بتمن؟ واقعا کاراکتر ترسناکه. ببین بتمنش رو صرفا بروتال نشونده. ببین من مشکلم با اسنایدر میشه، اسنایدر کلا پشت تصویر قایم میشه. میخواد بگه من بتمن بروتال دارم، برای شخصیت پردازی نمیکنه. یه سکانس تعریف میکنه که پردازی فوق العاده به نفع یک لایه کاراکتر نداره. یک لایه. همونجا که برمیگرده با آلفرد صحبت میکنه که میگه آلفرد ما 20 ساله تو این بیزینسیم، 20 سال داریم کارو انجام میدیم. کدوم یکی از اون آدمایی که قرار بود خوب بمونن خوب موندن؟ چقدر لایه‌های کاراکتری به این آدم اضافه میکنه. فقط جمله فلسفه و اینکه پر میکنه همینجا. اصلا نمیبینه بن افلک میتونه اینو اجرا کنه، نمیتونه اجرا کنه. چقدر خوب اجرا کرد. بابا تو دیوان به خدا بهت میخندن. اشکال نداره بذار بخندن. یعنی من گفته بودم اسنایدر طرفدار پوشالی داره. توی پوشالی هستی. باشه. اینجا یک اتاق پوشالی است. قطعا خوبه. ببین وقتی من تو این اپیزود قرار رو بازی کنم از دوستان، اگر من یک جایی از اپیزود دهنتو ببند، یعنی چی از اپیزود من ادب رو کنار گذاشتم چون مجبورم. خب حداقل برای یکی ادبو بذار کنار، ارزش داشته باشه. بتمن بن افلک بهترین بتمن کامیک بوکی تاریخ سینما. عجب خاک بر سر شدیم. سهام وریانت رو سقوط کرد. فدای سرم. خدا رو شکر این AI نیومده ترجمه بشی به زبان انگلیسی مسخرت کنن. یه پسر عمه من میاد من میشینم با همه بتمن فنا صحبت میکنم. ببین بتمن کریستیان بیل رو که اصلا بذاریم کنار. اون که بذاریم اون اصلا
دیدگاه نولان نسبت به بتمن. آره من به نظرم درست ترین دیدگاه نسبت به بتمن، اصلا بتمن بخوایم بررسی کنیم، دیدگاهیه که به نظر من مت ریوز به رابرت پاتینسون داره به عنوان یک فیلم مستقل. نه که من سوال بپرسم، تو دنیای اسنایدر بتمن فیلمی داره؟ نداره. مشکلی که نرسید داشته باشه. تو پلناش بود فیلم بتمن داشته باشه و فیلم بتمن قرار بود دتستروک باشه که عجب صحنه‌ای ساخته نشد. خب نذاشتن، اون بی شرفا نذاشتن، فلان ها نذاشتن. ما میخوایم بگیم آقای اسنایدر، تویی که میخوای به عنوان یک کسی که آقا این داستانو پروموت کنی، یه جوری نشون بدی که هم موفق تو گیشه باشه، هم فیلم فلسفی باشه. نمیخوام بهت بگم خب وقتی استودیو نمیذاره تو چرا میگی و بتمن سوپرمن میذاری؟ خب یه نکته، به نظر من اتفاقا فیلم بتمن ورسس سوپرمن فیلم بتمن بود، فیلم سوپرمن نبود. ببین اینجوری بخوای بگی اگه با روی کرده کمیک دارک نایت ریترنز میرفتیم، چون اونجا ما سوپرمن رو داریم اوکی، ولی ما قبلش یه سری داستان ها داریم از بتمن میبینیم که میره جلو به اون اینجا هیچی نداریم. کیا فیلم با سوپرمن شروع میشه؟ فیلم با مونتاژ های از سوپرمن شروع میشه که نشون میده این کاراکتر خوب و نماد خداگونه سوپرمن دچار تزلزله و یک سری تخریب ها نه عوضی که فیلم با سوپرمن شروع نمیشه. نه، اون سکانس ابتدای فیلم سکانسی که بتمن بروس وین با هلیکوپتر میاد شروع کنه دویدن تو نه اون جلوتره. یه مونتاژ سوپرمن رو داریم. خب مونتاژ خرابیای سوپرمن که این پایه‌ریزی میکنه که سوپرمن همچنان مخرب هست. میرسیم به جایی که بتمن میاد و ببین چقدر این کاراکتر دوست داشتنیه که حتی اگر لباس هم تنش نباشه تو روز روشن تصمیم میگیره به سمت اون صحنه‌ای که همه دارن فرار میکنن. خب بتمن داره میریزه، بتمن به سمت خطر، بروس وین به سمت خطر داره میدوه. چقدر کاراکتر سازی جذابی داره و چه کاراکتر سازی جذابی داره. یعنی یکیو بذاریم به سمت ساختمون بدوه. خب این نشون میده چقدر اون قهرمان سهند و سروش و تو اینوری بدوید من اینوری بدوم. خب چه کاراکتر سازی نشون میده که انسان‌های معمولی، ببخشید دوستان، انسان‌های معمولی به سمت نجات خودشون میدوئن و تو به ظاهر قهرمان که خودت دوست داری بچسبونی به بتمن که هیچ وقت چسبیده نمیشی. من از بن افلک به من نمیچسبه، من پاتینسونم. ونجنس به سمت خطر داری میدوی و اصلا برات مهم نیست که چه اتفاقی میفته. آقا این اصلا صحنه منطق نداره. آقا بن افلک هم اصلا ولش کن، بروس وین هم در نهایت انسانه. خب برای چی داری سمت ساختمون میدوی؟ این نشون میده که قهرمانانه داره عمل میکنه. ببخشید پیتر پارکر هم انسانه. آقا شما منطقی مگه نمیخوای بحث کنی؟ پیتر پارکر هم انسانه. من اصلا نقطه خیلی عالی صحنه رو کشوندی. آقا دلیل این سکانس چیه؟ یعنی من مشکلم دقیقاً با زک اسنایدر صحنه‌های حماسی، تصویرهای شلوغ. زک اسنایدر اپرا سرای خوبیه، فرانچایز ساز خوبی نیست. سوال پرسیدی بذار جواب تو بدم. بگو. دلیل اون صحنه چیه؟ دلیل اون صحنه اینه که نشون بده بتمن بروس وین بدون لباس بتمن با کاراکتر اصلی خودش به عنوان بروس وین میبینه که ساختمون‌ها دارن میریزن و اون دوتا زاد و سوپرمن دارن مبارزه میکنن. براشون مهم نیست که چه تخریبی ایجاد میکنه و اونجاست که میگه سوال ایجاد میشه ما چرا باید نیاز داشته باشیم که فضایی ها ما رو نجات بدن و اگر این فضایی ها یک روز بد بشن همه ما از بین میریم و اونجا اون تضاده به وجود میاد که نشون میده که آقا وقتش ما قدرت هایی داشته باشیم که در مقابل این تضاده ایستادگی کنیم. همونجا اون صحنه‌ای که بچه رو تو بغلش گرفته آسمون رو نگاه میکنه و میبینه که سوپرمنه و میگه اینجا الان وقتشه که من به عنوان نماینده انسان‌ها وقتی میتوانم جلوش ایستادگی کنم باید این ایستادگی رو ایجاد کنم، باید اون قدرت در وجود انسان‌ها وجود داشته باشه که اگر 1/1000% این کاراکتر بد بشه که در ادامه می‌خواستیم ببینیم در 3گانه یا 4گانه جاستیس لیگ قرار بود ببینیم تو اون نایتمرهایی که برای بتمن اتفاق میفته قرار بود ببینیم که سوپرمن قراره ذهنش توسط دارک ساید جذب بشه و بره تو تیم دارک ساید. اونجا اون بتمنه که قراره لیدر اون جاستیس لیگ از هم پاشیده باشه و مقابل این قضیه ایستادگی کنه. خب من یه نکته بگم، ما اینو تو جاستیس لیگ خیلی خوب می‌بینیم. بتمن یه آرکیو طی می‌کنه تو جاستیس لیگ که برای همه اعضای جاستیس لیگ فلش و واندر خب این پایه‌ریزی در بتمن ورسس سوپرمن اتفاق افتاده. خب یه گوش بده، من دارم میگم یه سکانس کیو کافی نیست که ما این تو الان ببین همه اینا برداشته شخصی خودته. خب آقا یکی از این یه سکانس برای اون این کار کرده نداره. همه اینا به چی میرسه؟ عجله شده تو این داستان. به نظر من عجله‌ایه. ببین این سری فیلم های زک اسنایدر برای کمیک فن ها ساخته شده. این دروغیه که به نظرم دارن میگن. یعنی آدما دارن میگن که آقا ما طرفدار اسنایدریم، این آدم برای ما نیش ساخته، پس ما این آدمو باید بپرستیم.
ولی در باطن چی آقای اسنایدر؟ شما که میخوای نیش کار کنی، اوکی کمیک نیش کار کنی، یعنی ساخت فیلم کامیک نیش، اوکی، چرا زیر ساخت نداری؟ ببین باید شما میخوای کمیکو بیاری تو سینما، نیاز به زیر ساخت به نظرم زیر ساخت خوب نه متوسطی داشته یا بد. نه تو با دو تا فیلم رو ساخته. خب بتمن ورس سوپرمن رو داره ایجاد میکنه. بتمن ورس سوپرمن ما بتمنی نداریم. ببین خود بتمن تو فیلم بتمن ورس سوپرمن تو سکانس فیلم سوپرمن داره اتفاق میفته که سوپرمن رو زاد از بالا شد میشه. خب همونجا اتفاقا قبل از اونم یه سکانسی از بتمن داریم که مرگ پدر مادرشون میره براشون تو مقرشون. یه چیز تکراری. خب اصلا خب تکراری بودنش اصلا اهمیتی نداره، یعنی اینکه اتفاقا این تکراری بودنش کارکرد داره که نشون میده که کاراکتر سازی بتمن داره انجام میده. من نمیگم هول هولکی نیست، من اتفاقا من از خدام بود یک 2 تا فیلم بتمن به نفتک میدیدم. خدا رو شکر جلوشو گرفتن، واقعا خدا رو شکر جلوش گرفتن. خب خدا رو شکر. من دارم این نکته رو میگم که خب تو میگی آقا برای مخاطبای نیشه، اوکی، من میگم برای مخاطب نیش تو لازم نیست بک استوری تعیین کنی، نمیدونم اونور نشون بدی بتمن چه حال و احواله تکر، ولی تو ببین تو داری یک موضوعی مطرح می‌کنی، سوپرمن برای انسان‌ها خطرناکه، خدایان برای نجات ما عوارض جانبی دارن. من اینو باید توی بتمن ببینم، من اینو تو بتمن با یه صحنه نمیتونم ببینم تو بتمن. وقتی قراره کار کرده فیلمی باشه که عوارض جانبی خدایان رو ببینه، تو فیلم بتمن چجوری می‌خواستی نشون بده؟ بتمن روند خودش رو طی بکنه، آخر فیلم بتمن ما بتمن رو شناختیم، ما بتمن بن افلک رو شناختیم، ما بتمن بن افلک رو نمیشناسیم. آخر فیلم سوپرمن رو داریم می‌بینیم که حالا اوکی سوپرمن یه اوترو میاد، می‌بینیم که این تخریبا انجام شده و اینا روبروی هم وای میسن. آرکی که تو کمیک داریم مثلا همینه. ایدئالشه. منم اینو خیلی دوست داشتم اتفاق بیفته. حالا نباید یه فن کمیک راضی باشی از اسنایدر. آقا من با این چیزی که الان دارم راضیم. اگر چیزی مازاد این داشتم خیلی خوشحال‌تر بودم، ولی من با چیزی که الان دارم هم خوشحالم. من به نظرم زیادی داره دنیای اسنایدر هیت میگیره. دنیای اسنایدر جا چیزایی که خود اسنایدر ساخته، من آف استیل، بتمن ورس سوپرمن، واندر وومن خود اسنایدر نساخته ولی خیلی نظارت داشت بوده. آره چون بخاطر همین تو که بهترین فیلمم واندر وومن به نظرم تو اینا، یعنی همونی که نبوده بهترین فیلمشه واقعا. دهنتو به من. و جاستیس لیگ اسنایدر کار 4 ساعت فوق العاده است. ببین من خودم اون زمانی که اومد فیلم رو دیدم ولی 4 بار تا الان دیدمش. تو معلومه تو شنگولی، واقعا شنگولی. ببین اون موقعی که اومد من فقط اینجوری بودم که اوکی صحنه ها قشنگ، اینا جمع شدن بدون زیر ساخت، یعنی همش میگم حیف که ما فیلم فلش رو چقدر جلوتر از اسنایدر کات دیدیم. منم دیدگاهم نسبت به اسنایدر اینه که چقدر حیف شد، ولی حیف منفی، حیفی که الان یه چیز متوسط رو به خوب دارم، ولی حیف میتونست خیلی بهتر باشه. من میگم اسنایدر تو که فرانچایز ساز نیستی، میدونی که تو این مسجد بری نمیتونی حرکتی بزنی، خب با رویکرد خود آقا به نظر من اسنایدر اپرا سرای خوبیه، همون جوری که مثلا فیلم ارزم به حضورت که واچمن رو ساخت که مثلا خیلی خوب اونجا اجرا کرده. آقا تو نمیتونی فرانچایز بسازی، حداقل کاراکترها رو بساز، نفر بعد تو میاد اونی که فرانچایز سازی بلده انجام میده، کاری که کوین فاگی انجام میده، مدیریت میکنه. اسنایدر گفت من همه رو خودم انجام میدم، لقمه گنده تر از دهن ته شدین. نه که دی سی رو به معلوم الحالی انداخت. ببین نه. یه بخشش تقصیر بردن وارنره، اینو من قبول دارم. یه بخشش کامل تقصیر بردن وارنره، کامل. چون اگر اجازه میداد زک اسنایدر ویژنشو کامل میکرد، حداقل یه چیز شسته رفته داشتیم. اومدم وسط جاستیس لیگ بنده خدا دخترش مرد، اینم گفتن آقا خداحافظ تو دیگه نمیتونی. جاس ویدن معلوم الحال به در نخوره سنگ دوست نداره داشتاقی رو برداشتن آوردن، مرتیکه نارنجی به درد نخور رو آوردن، با روی کرد اونجرز دلغک بازی بتمن رو دلغک کرد، بابا مارول دهن تو من جوک ساخت و یک آشغال به ما دادن. یعنی اگر نسخه ای از جاستیس لیگ دارید که جاس ویدن ساخته، همین الان ورش دارید ببرینش سمت توالت، فلش بزنید و بزنید. آقا من میگم تو داری به جاس ویدن الان تو میگی جاس ویدن همونور اونجرز اکو ساخته. چی میشه که اونور جاستیس لیگو میسازه بعد میشه؟ کرده مارول روی کرده فان سرزنده‌تر جذاب‌تریه، روی کرده دی سی روی کرده تیره. یک کلمه از دهن بتمن تا حالا جوک بیرون نیومده که اون به درد نخور برای کاراکتر بن افلک برای من جوک میسازه. بن افلک همینجوری خودش جوکه، من مشکلی نمیبینم. جوک تویی که در این قاب نشستی. آقا بن افلک خودش واقعا در لباس بتمن من همش میخندیدم اینو. تو دیوانه‌ای. خب نه تو دیوانه‌ای دیگه. دیوانه. اونجایی که در مقابل لباس رابین وایساده که جوکر روش
چیز کشیده، جیسون تاد هم اتفاقا می‌بینیم چقدر صحنه دراماتیک قشنگی که بتمن با شکستاش آره خیلی مواجه میشه و فلان. من میگم مثلا جاس ویدون برای چی جوک نوشت؟ خود بتمن بن افلک جوکه، نمیخواد جوک بنویسی. میخوام همین شکلی قدم به قدم آبرو ببری. این آبروی خودت دوست دارم همین شکلی قدم به قدم ببری. بگو دوربین شما اینجاست. آقا واقعا قبول نداری تو اون فیلمایی که اسنایدر ساخته، واندر وومنی که خود اسنایدر بالا سر کار نبوده از فیلمای دیگه‌اش بهتره، چه راتن تومیتوز، چه بودجه‌اش، چه خود روند فیلم. تازه با این حال بازم اثرات رد پای اسنایدر توی واندر وومن هست، سکانس‌های جنگی جهانی اول و دومش و روند فیلم. همچنان بتمن بن افلک بهترین بتمن کامیک بوکی تاریخ سینما. هم بهت پناهندگی میدن. جدی دارم میگم. من نمیگم بهترین، من نمیگم پناهندگی میدن. گوش بده، من نمیگم بهترین بتمن تاریخ سینماسا، من میگم بهترین بتمن کامیک بوکی تاریخ سینما. رابرت پاتینسون داریم. خب رابرت پاتینسون فقط بود کاراگاهی بتمن رو داره. بود دیگه چیه؟ بتمن بودی که داره، اتفاقا بود ترسش هم به نظرم خوب اجرا میکنه. بتمن دقیقاً روندی که به ما نشون میده، خود فیلم برداری متیز و میزانسنی که میچینه، تاریکی رو میکنه نماد بتمن، نه حضور بتمن. نه حضور ما همه جا ترس از بتمن، یعنی اینکه ما ببینیم تو جرم و جنایت، تو جنایتکاران دیسی، تو جنایتکاران گاتام نسبت به اون بتمن میبینیم در 2 دقیقه. و حتی تو سکانس اولیه مت ریوز انقدر بتمن رو نمیشناسن، میگن تو دیگه کدوم کره خری هستی. خب سالهای اولش کیا؟ تو داری اصلا باز زمانی متفاوت بررسی میکنی. همین دارم میگم. تو تصور کن در دنیای زک اسنایدر ما بتمنی رو میبینیم که اصلا وقتی کلارک کنت وارد گاتهام میشه همه بهش این شکل میگن که مشی جمع کن برو، این خفاشه پیدات کنه دهنتو سرویس کنه، جمع کن برو داداش. همین با دیالوگ خودمون ما شاید داره میاد. بعد یارو کریپتو، یارو مثلا لیزر میزنه فلان میکنه، برو عمو جون لیزر میزنم همونجا بگو بتمنتون. ولی یه نکته میخوام بگم. بگو. داشاقی ترین صحنه بتمن ورسس سوپرمن خدا رو شکر خودت داری میگی. خدا رو شکر خودت داری. مارتا واقعا من مثلا اون نقطه برسم. داشاقی. یه ذره راجع من آف استیل هم صحبت بکنی. من آف استیل به نظرم روی کرده اسنایدر به من آف استیل که یک فیلمی بسازه که اورا فارمینگه، هنری کویل تا سوپرمن و با چه صحنه‌های شلوغ و سی جی های بدی. یعنی من سی جی هاش قبول نمی‌کنم، صحنه‌ها شلوغه. به نظرم سوپرمن خوبی ساخته. زک اسنایدر روی کردش به سوپرمنه، ولی جیمز گان نسبت به روی کردش به سوپرمنه. یعنی اون بعد انسانش خیلی داره نشون میده، ولی جیمز گان داره، زک اسنایدر داره میگه آقا این خداگونه است، خداگون رفتار میکنه. ببین من میگم تو از کمیک میخوای بری سینما، یه سری بیسا باید با خودت بیاری. بتمنی که تو فیلم من آف استیل بود، تخریب زیاد، آدم کشی، بیروح سرد، حالا که بیروح سردش قبول داری، اینا رو زک اسنایدر نبوده. خب صرفاً برای اپرا سرایش گفته هنری کویل جان شنلو بپوش، دست تو بکن تو شورتکت، همینجوری وایسا من ازت بسته بگم. شورتک نداشت، دست کن تو شلوارت، ولش کن داش، همینجوری من ازت قاب بگیرم، تو خداگونه باشی. چه کار کردی داره. سی جی آی فیلم ماتریکس 1999 برادران واچوفسکی که الان شدن خواهران واچوفسکی، چرا اینقدر معضل واسط این برادران واچوفسکی شدن خواهران واچوفسکی؟ این فکتو گفتم. فکته، ولی اینا واسط معضل، مثلا شب خواب اینجا سی جی آی اون سی جی آی ماتریکس 1999 از فیلم من آف استیل بهتره با قدرت. یعنی شما دقیقاً باشه شاید اون بهتر باشه، ولی مخالفم که سی جی آیش بده. کلا ببین من اینو گفتم که بگم آقای اسنایدر، شمایی که به قول خودت میخوای یک روندی رو بسازی، اون به نظرم کسی رو میتونیم به عنوان ناجی نجات دهنده بهش اسم بدیم که چیزی که میسازه بیرون از خودش بتونه زنده بمونه، ادامه بده، چیزی که نولان ساخته. خب اسنایدر کاراش به خودش وصله. تو اسنایدر اینو قبول داری؟ اینو پس نمیتونیم اسم ناجی رو روش بذاریم. اسنایدر منجی نیست، ولی تخریبگرم نیست. ویرانگرم نیست. اینو من قبول دارم. یعنی ویران نکرد. اگر اجازه میدادن ما یه دیدگاه زک اسنایدری به دنیای دیسی داشتیم که اون گوشه موشه واسه خودش بود. سیاست برادران وارنر هم باید ببین دید اصلا داره اونجرز میاد، گفت آقای اسنایدر آب و جارو بکش، هر چی ساختی ولش کن، فلش و واندر وومن و همه رو بردا بیا، سایبورگو بزا برو. دقیقاً مشکل همین بود. وارنر بروز ترسید که عرصه رو ببازه به مارول، اجازه نداد زک اسنایدر خوب کار کنه که الان این از اون اشتباه کثافت و ملعون بار و نکبت بارش درس گرفت و به جیمز گان ملعون به درد نخور کل سفید داره این اجازه رو میده که آشغالایی مثل
ببین فقط اینجا ازت توهین به جیمز گان رو قبول میکنم چون که شوهر جنیفر هالنده، این که توهین میکنی لذت میبرم. خیلی خوب توهین کردی. عایش میکنم مرتی که خلاصه به نظر تو منجی نیست، ویرانگر نیست، ولی اینکه دوباره بیاد نظر مشترک میرسیم. آره. ولی دوباره اگه بیاد من به نظرم اصلا امکانش نیست، چون سیاست‌های کاری نتفلیکس به جیمز گان نزدیک‌تر است. واقعیت رو بخوام بهت بگم خوشحال میشم بیاد یه دونه فیلم بتمن به نفلک بسازه بره. راگوز نمیدم. خب نه همین یه دونه رو بسازه بره خوشحال میشم. دیگه بیاد دنیا سازی کنه و اینا عمو جون کاراتو کردی. منم خیلی دوست دارم و عشق منیا با جنیفر لوپز، عشق منیا، ولی برو کنار، بذار یه آدم درست حسابی بیاد یکی دیدشو داره. جیمز گان به نظرم اون دید رو نداره، مگر اینکه شب بخواب و صبح باشه خانم هالند باش یه صحبتی کرده باشه، آره بگه عوض کن سیستم. ببین من مثلا ریشه داستان دی سی این که خبرا میاد آقا آینده چیه، اینا همه از یه داستان میاد. زمانی که اونجر درست پایریزی کرد، بتون فونداسیونشو درست ریخت برای اینکه به نقطه موفقیت اونجرز برسه، دی سی عجله کرد با اینکه کاراکترهای غنی‌تری داره. به خاطر همین سوپرمن و بتمن کالتن. به خاطر همین میگم سیاست شرکت اگر دخیل بشود کارو خراب میکنه. یعنی این که الان جیمز گان، اسنایدر، هر کی الان داره توی دی سی کار میکنه و ما بازم داریم میگم آقا جیمز گان چیکار داری میکنه؟ ببینید که الان جاش نیست. این نتیجهش چیه؟ اون اختلافی که مارول انداخت تو اون بازی که وارنر برادرز داشت عجله می‌کرد و جیمز گان میتونست خیلی خوب این اختلافو در کمترین حالت ممکن بیاره. داشت میومد. سویساید اسکوادش به تنهایی به نظرم واقعا سوپرمنش داشت کار میکرد. سوپرمنش کار میکنه. یهو پیس میکر داد، یهو داره سوپرگرل میده، یهو بعد از همینا علاللهی یهو برنیکو بدیم. عمو بیا بکش کنار صندلی تو بکش عقب. بزن بغل واشر زدی. آفرین. بیا بریم بوق بزنیم. جنیفر هالند به چیز میگه، جیمز گان به جنیفر هالند میگه القصه. امیدواریم که سیاست‌های نتفلیکس یه مقدار بهتر باشه، وک کم باشه، وکو بکنید بیرون. همچنان من معتقدم که زک اسنایدر کار خوبی داشت میکرد. پناهندگی بهش بدید. من که خوشحال میشم به پناهندگی آلمانی، استرالیایی، آمریکایی. پاکستان رو بهت بدن داداش. واقعا پاکستان رو بهت میدن. شاید یه سری بیننده از سمت پاکستان داشته باشیم. عمرن داشته باشیم. یه صحبت باشون بکن. اگه از پاکستانیت ما رو نبینید. واقعا ما مخاطب پاکستانی نمیخوایم. یعنی افغانی میپذیرم، نمیدونم فلان. افغانی. حداقل بگو افغان. اتباع افغان حالا میپذیریم ما باشه، ولی همون گوشه موشه ها باشه. پاکستانی اصلا نمیخوایم. نژاد پرست نیستن. نژاد پرستی دیگه. بکش کنار آقا، صندلی تو بکش عقب. صندلی تو بکش عقب. آقا تو حرفو بچسب، چرا به نسیه میرسی؟ خیلی خوب بکش عقب. دی سی در نهایت روندی که داره میره به نظرم جفتمون جیش کردیم. ولی نهایتا به نظرم این رایولی رقابت بزنی که بین مارول و دی سی هست دوباره داره اختلاف خواهد گرفت، ولی این رونده جذاب خواهد بود. چون مثلا همین امروز که ما داریم ویدیو رو میگیریم تریلر ارزم به حضور شما سوپرگرل داره میاد و تریلر دومزده، یعنی باید منتظر این دو تا تریلر هم باشیم که ببینیم رقابت به چه سمتی خواهد رفت. ممنونم. حرف پایانی اگه داری با بچه‌ها. بتمن بن افلک بهترین بتمن کامیک بوکی تاریخ سینما. رابرت پاتینسون دوستتون دارم شدید. من رابرت پاتینسون میگم آقا یا اینور یا اونور. نمیتونی بگی بن افلک بعد به رابرت پاتینسون سیخ بزنی. برو اونور وایسا پیش بن افلک. بین بن افلک و جنیفر لوپز وایسا تو. ببینم اونجا بن افلک تو رو انتخاب میکنه یا جنیفر لوپز. من اینور رابرت پاتینسون سیگما ایونجرز بعد اصلا تاریکی یعنی رابرت پاتینسون. تمام. سندیان اولسون گال یادسه. اگه از محتوای ما خوشتون اومده اپیزودهای ما رو ببینین، لایک کنین، کامنت بزنین، سابسکرایب کنین. تا علی داره دوباره شعر معروفش رو میخونه. کامنت انگلیسی بزنین برامون و اگر دوست داشتین اینستاگرام ما رو دنبال کنین که محتوای مخصوص هر اپیزود رو قبل و بعد از اپیزود براتون میذاریم. و نکته پایانی، مراقب خودتون باشید و فیلم های اسنایدر رو نبینید. فیلم اسنایدر رو ببینید، یه دیدگاه جدید بهتون میده. دچار توهم آگاهی میشید. الان مثلا من توهم آگاهی دارم. ببین میخوای بگی خیلی خاصی دی مثلا؟ نه خاص نیستی؟ همینجور واقعا اسنایدر خالصانه اسنایدر دوست داری؟ ببین واقعا بخوام بهت بگم، به نظر من از اسنایدر یه دیدگاه جالبی نسبت به دی سی داشت، بذاری کنار.
الان دیدگاه جدید رو بررسی کنیم، یه دیدگاه جدید بیاد. دوستتون دارم شدید، در حد مدید، تا خدا هست مشکلی نیست. چشم من بزنی وریانت نیست. عالی. موچ سر 3 چند دقیقه فوتیج شد؟